سلام بچه‌ها چطور؟ خیلی خوش اومدید به کام بک همون چالش پایسا. بعد 2 سال اومدیم چه کار بکنیم اول؟ یک بیوگرافی بدیم که چی شد. آره اول که بگیم چیکار کردیم، کجا بودیم، الان کجاییم. چی شد که خواستیم شروع کنیم این کارو؟ به این پارسال بود دیگه، ها؟ بودن. نه 2 سال پیش. نه 2 سال پیش بود طرفای. فکر کنم تو تابستون بود. آره تو تابستون بود. من یه سری ویدیو دیدم. همین موقع شروع کردیم. دقیقاً همین پارسال همین موقع گوشی رفت. بعد طرفای پارسال همین تایما بوده بود. وسطای تابستون بود که رو چیز بود که اول مهر. نه قبل‌تر بود. من برنامه‌اش از اول تابستون برنامه‌اش شیندم. یه سری اتفاقات و داستانا پیش اومد که ما اومدیم سمت تولید محتوا. آره. فکر می‌کردم مثلا تجهیزات گرفتیم و بعد شروع کردیم به کار کردن. حالا اینکه چی شد و هم چی تصمیم گرفتیم و ان شاءالله اگه خواستید بعداً تو ویدیو دیگه توضیح میدم. اما به صورت کلی تصمیم گرفتیم بیایم سراغ یوتیوب و یوتیوبش خیلی شروع کنن. کسی شروع نکرد چی کاری به اون صورت. مصاحبه شخصی رو کسی نبود دیگه. کوتاه بود که مثلا اونم قالب مردمی داره دیگه، دیدی که میره با مردم حرف میزنه. ولی خب یه جور دیگه میگرفت اون زمان. میگم دیگه اون مثلا انگار داره مستند میسازه. مستند میسازه. مثلا به سما نبود. آره. کلا کار سختی بود. همون اولاش سینما کمتر بود. کلا بد جواب میدادن. دقیقاً اصلا تو مردم اونقدر چیز نمی‌کردن، اونقدر پا نمی‌دادن به داستان. یکم الان تازه مثلا شرایط بهتر. الان خب بچه‌ها زیاد شدن تو این حوزهشون دارن میگیرن، خیلی الان راحت‌تر باشه کنار مردم مخصوصا. سینما البته بیشتر شده دیگه. البته خب اونم تاثیر داره ولی اینکه جامعه مثلا فرهنگش رفته بالاتر. الان خیلی بیشتر میاد. مثلا یوتیوبر شدن و این داستان یوتیوب خیلی الان به جاتر. موقع 1.5 میلیون بود زمانی که ما شروع کردیم. مثلا همه گارد داشتن جلوی مثلا الان خیلی می‌کنیم فلان. مثلا با یک چیز سفتی برخورد می‌کردیم. طرف مثلا سپر داشت واقعا. ولی خب دیگه الان اینجوری نیستش دیگه. الان خیلی راحت‌تر شده. بعد توی این مابین خب ما چند تا ویدیو ساختیم دیگه از دیدیم مصاحبه نه که نگیره ها بچه مثلا برای رکورد هر ویدیو ما 1 هفته یا 2 هفته بیرون بود. مثلا کسی جواب نمیداد. یه خواستم براتون تعریف کنم. یک بار تو درفت بودیم داشتم خوب جواب میدادم بچه‌ها. گذشت کار تموم شد. رفتیم خونه نزدیک از 10 نفر بیشتر مصاحبه گرفتیم. گفتیم چه ویدیوی خوبی جمع کردیم. ساعت تو پارکینگ خونه‌مون بودم. ساعت 10 شب که دارم زنگ زد. حالا بهتون نمیگم داره شوخی میکنه البته اون برای فان شدن داستان داره تعریف میکنه ولی خب بگو. بعد میکروفون نزده بود مثلا اون زمان. نه بچه‌ها میکروفونی که من وارد موبایل کردم این بس نشده بود. یعنی ما همه چیزی که گرفتیم بدون صدا بود دیگه. نه صدای گوشی ضبط شده بود نه از اون صدای داستان. اصلا نه صدای گوشی که نمیومد پرت فاصله داشت به هر صورت. ولی لینک کانال قبلیمون چالش بود اونجا ویدیو خوبی هم داشتیم. آره این بالا میاد ان شاءالله اگه دلتون خواست ببینید. ولی فعلا رو این چنل داریم فعالیت می‌کنیم. اگر خواستید اینستا بزنیم و یهو بعد دوباره ویدیو بگیریم و البته چند مدل ویدیو دیگه هم گرفتیم. آره یه سری ویدیو دیگه تو چالش با یه سری کارهای دیگه هست که شما رو توجه نکنین دیگه. آره بعد فعلا در حال حاضر با این کامبک در خدمتتون هستیم. آره دیگه بریم تو کار اولیمون گفتیم برگردیم به اصل خودمون. مثلا خب میدونی الان ایدهش خیلی داره چیزه خیلی الان جالب‌تر شده ترند الان. یعنی هم مردم خوب جواب میدن هم الان مخاطب برای زیاد شده. واقعا سخت بود. ما واقعا جواب نمیدادن یعنی بعد به نگاه میکردن توجه مسخرهمون میکردن اصلا ما. ولی الان البته ما هم جای بدی میرفتیم تو شهر قبول کن ولی به نسبت بعد کم کم بعدم ما رفتم میگردن اون موقع. شاید سنای ما کم داره بچه سال‌تر. ولی خب بعضی هم واقعا مثلا تو این کار بودن مثلا خوششون میومد شرکت می‌کردن. آره ولی همون زمان ما الان خیلی ویدیو ضبط کردیم از آدمای زیادی پرسیدیم دیگه. نزدیک 60 70 نفر فکر کنم زیاد گفتم نه. یعنی آدم زیاد پرسیدیم خب در صورت کلی. ولی خب اگه با اینا الان حساب کنید فکر کنم یک 100 تا الان که بچه‌ها زیاد شدن دیگه الان خیلی شدن. ولی الان خیلی راحت‌تر خیلی گاردشون کمتر خیلی اوکی‌تر شدن الان. یعنی حتی اگه نمیخوانم میگن نمیخوام. قدیم حتی رد میشن جواب بدم نمیداد مثلا فقط رد میشد انگار که مثلا گدای چیزی هست. حالا تو این کار زیاد شد بعدش براتون تعریف کنیم. کلا الان تو این رنج جدید ویدیوهامون این 5 تا 10 تا بعد به بعد که میخوام بسازیمشون که چند تاشو رکورد کردیم. مثلا قراره یک برنامه جدید رو بگو چیه؟ آره یک مبحث کلی رو مثلا قد بلند قد کوتاهی مثلا نگاه کردم بهش مثلا دیدم دغدغه مردم مثلا که دختره مثلا یا پسر قدش کوتاهه یا مثلا قدش بلنده مثلا براش سواله که مثلا یه سری از معیارایی که پارامترش مهمه تو جامعه رو قراره حدوداً سرشماری کنیم به صورت رندوم از مردم ببینیم که چی دغدغه طرفه مثلا چاق فلان مشکل داره و اینا مثلا بیایم یک جوری یک جمع‌بندی براش بکنیم که متوجه بشه.
نشون میده همه شکل ذائقه و سلیقه وجود داره. اصلا این گاردیه که توی فکر طرف ایجاد شده. دقیقاً مثل اینکه اتفاقی که ویدیومون افتاد دیگه. برخلاف اینکه همه فکر می‌کردن که مثلا پسر دنبال بعد کوتاه و بغلیان، یکی اومد گفتش که بعد یهو ویدیو ترند، هم ویدیو ترند شد، هم خیلی کامنت‌های جالبی گرفتیم که آقا چه عجب یکی مثلا از ما قد بلندام حمایت کرد. اون گاردی که تو فکر جامعه ایجاد شده بر حسب رسانه یک ویژن جدید ایجاد میشه. امیدوارم که دوستش و حتما بگید بچه‌ها که ما ان شاءالله مسابقه طولانی‌تر توی کانال بذاریم. به علاوه این تحلیلی که قراره یک ویدیو یک بخش پنهان داره که نه تو اینستا نیست، بعد برید اینجا نگاش کنید. یه سری توضیحات خود شخص هستش که نیست دیگه، اونا رو دیگه باید بیا اینجا خاصیه، بعد بیا اینجا نگاه تو یوتیوب تو ببینی. امیدوارم که دوست داشته باشی. کامنت آره حتما بگید که راجع به این که مسابقه طولانی‌تر رو بگیریم برای یوتیوب و نظرتون راجع به تحلیلامون دیگه. اگه ایده‌ای هم داشتید هر چی ما در خدمت هستیم. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی فعلا.